معمولا پدر و مادرها با 5 تا عادت اول به خودشون و بعد به فرزندشون آسیب میزنن. اولین عادت کمالگراییه. پدر و مادرایی که هم توقعات بیش از حد از خودشون دارن و انتظارات بالایی دارن که هر کاری که فرزندشون خواست براش فراهم کنن و هم نسبت به فرزندشون کمالگرایی دارن که مؤدب باشه، مرتب باشه، منظم باشه، حرف خوب بزنه و درسش رو به درستی بخونه. دومین عادت اینه که پدر و مادرها مدام توی ذهنشون دارن خودشون رو سرزنش میکنن که چرا این حرف رو زدم، چرا این رفتار رو داشتم، چرا این احساس رو دارم. و جالب، خود سرزنشگری تبدیل به دیگر سرزنشگری میشه و مدام ممکنه فرزندشون رو سرزنش کنن و از اون ایراد بگیرن. سومین عادت عذرخواهی زیاده. اگر شما پدر و مادری هستید که مدام دارید توی جامعه، توی محیط کاریتون، توی روابطتون از دیگران زیاد معذرت خواهی میکنید، این عادت آسیب زننده رو به فرزندتون هم انتقال میدید. چهارمین عادت سکوت منفعلان است. یعنی پدر و مادری که انتظارات، نیازها و درخواستهای خودشون رو یا عنوان نمی کنن یا به درستی عنوانش نمی کنن. مثلا مادری که تقاضای احترام از سمت همسرش داره ولی این تقاضا رو به درستی عنوان نمی کنه و میخواد با غر زدن، سرزنش کردن یا تایید طلبی از دیگران احترام بگیره. و پنجمین مورد خوب بودن در هر شرایطیه. اگر شما پدر و مادری هستید که توی روابطتون همیشه آدم خوبه جمع هستید و هیچ نظر، انتقاد و خواسته ای از دیگران ندارید، بدونید که دارید هم به خودتون آسیب میزنید هم به فرزندتون آسیب میزنید. اگر دوست دارید که بدونید چطور این عادت‌هاتون رو کنترل کنید، در این کتاب هم نشونه‌های کمبود عزت نفس رو به صورت کاملتر نوشتم و هم راهکارهای حذف این رفتارهای آسیبزا